سلام رفقای گل، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. بالاخره سرنوشت تتلو چی میشه؟ بریم سراغ ویدیو. پس از 2 هفته جنجال سازی امیر تتلو در ترکیه، سرانجام پلیس این کشور او را بازداشت کرد. در حالی که پلیس این کشور مدتی است تحقیقاتش را درباره خانه وحشت تتلو آغاز کرده بود، اما گفته میشه بازداشت او به دلیل توهین کارکنان کنسولگری ایران در استانبول بوده و با شکایت کنسولگری دستگیر شده. حال با دستگیری او احتمال ورود جدی پلیس به ماجرای خانه وحشت وجود دارد. بعد از ورود پلیس ترکیه به ماجرای خانه وحشت، تتلو گفت برای من پاپوش درست کردند و من رفتار خوبی با دختران دارم. آنها دوست دارند در خانه‌ام بمانند. من به زور کسی را نگه نمی‌دارم و زندانی نمی‌کنم. گفته میشه تتلو میدانسته با گذرنامه پاند شده هیچ راهی برای بازگشت به ایران ندارد و با خیال راحت به فرودگاه استانبول میرفت. تتلو در فرودگاه برگه استردادش را امضا کرد. از سوی دیگر اعلام شده بود تتلو برای فرار از خطر استرداد قصد سفر به آمریکا را دارد و گذرنامه اصلی خود را به سفارت این کشور تحویل داده. بسیاری از رسانه‌ها گفتند او با نمایش شبانه خود برای بازگشت به ایران با گذرنامه باطل شده قصد دارد این تلاش خود را مخفی کند تا بتواند به راحتی اقدامات را برای اقامتش در آمریکا پیش ببرد که عده‌ای این موضوع را نقض کردند. با وجود این تصور نمی‌کرد واکنش پلیس استانبول به توهین‌هایش به کارکنان کنسولگری ایران بازداشت او باشد. همانند سناریویی که برای میلاد حاتمی رقم خورد و او پس از حاشیه سازی در خیابان‌های این شهر و گشتنی با خودروی پلیس بازداشت و بعد از پیگیری دستگاه قضایی دیپلماسی و پلیس به ایران استرداد شد، ممکن است سرنوشت تتلو هم مثل میلاد حاتمی شود. امیر تتلو تصور میکرد در ترکیه حاشیه امنی دارد و هیچ وقت تحویل پلیس ایران نمی شود. حال پس از اینکه خودش داوطلبانه به پلیس این کشور مراجعه کرد، بحث استرداد او به ایران به صورت جدی مطرح است و به نظر میرسد دستگاه دیپلماسی و پلیس اینترپل با مدارکی که علیه این خواننده دارد میتواند تتلو را به ایران استرداد کند. ترغیب نوجوانان و جوانان به مصرف مواد مخرب و فساد دو اتهامی است که دستگاه قضایی ایران با تکیه بر آن درخواست اعلان قرمز را برای تتلو مطرح کرده و با پیگیری پلیس بین‌الملل سرانجام نام او در لیست اعلان قرمز قرار گرفت. البته اعلان قرمز به منزله استرداد یا بازگشت به ایران نیست. پس از بازداشت تتلو نوبت دستگاه دیپلماسی و پلیس است که با ارائه مستندات کافی و به موقع زمینه موافقت دادستان استانبول با استرداد را فراهم آورد. استرداد امیر تتلو به ایران ارتکاب جرایم او را به خط پایان میرساند. تتلو چند روز پیش با انتشار پستی گفت شاید آنان که نرفتند بلیط بگیرن پای رفتن نداشتند وگرنه میرفتند. من پای رفتن و بالاخره به دست آوردم، بلیطم هم میگیرم، رسیدم اونجا پست میذارم. امشب دیگه میبینمتون کف تهرون ولی خیلی له و خستم. بعد ادمین او با انتشار پستی دیگر گفت دوستان و آشنایان نزدیک سلطان طی یک تماس تلفنی کوتاه که با داش امیر داشتن گفتن حالش خوبه و تقاضا داشتن از هوادارا که انرژی مثبت بفرستن برای فردا که با پرواز به ایران میاد. بعد با انتشار پستی دیگر گفت ما همچنان منتظریم تا اخبار موثق بگیریم و به شما اطلاع رسانی کنیم. لطفاً اخبارهای فیک رو دنبال نکنید. هر خبری باشه در همین صفحه اعلام میکنیم. امیر خان هم هنوز داخل کمپ توزلا هستن. دمتون گرم تا اینجا ویدیو با ما همراه بودین. اگه نظر یا پیشنهادی داشتین داخل کامنت ها به هم بگین. اگه اخبار تازه‌ای هم از تتلو منتشر شد بلافاصله براتون قرار میدیم. شاد و سر حال باشید و خدا نگهدار.